فرصتیت با جمعه دیگر هوا خنک است. بعضی اکثری برادرها چون که مسجدهای ما شرایطی خدا خواهد یعنی چی ندارد، گرم کنی نداریم، یک تا مقصد داریم. اگر یگان جوانی خدا خواهد اگر بای بچه باشد ان شاء الله خدا خواهد اگر برای مسجد آباد کنی خدا خواهد یاردم کند، همین مسجد میتونیم خدا خواهد حکومت مونم. من از طرف خدا خواهد جناب مفتیم حضرت خدا خواهد ایشون نوریدین جانم خدا خواهد ان شاء الله حکومتی که مسجدایی که جواب نمیتونه نو کردن، اگر خدا خواهد کسانی که میبراید مسجد خدا خواهد برای نو کردن اگر کمری همت بندد، همین سال خدا خواهد ان شاء الله با همراه یاردم شما خدا خواهد یک بار دیگر مسجد نو میکنیم ان شاء الله خدا. چون که 3 سال 4 سال بعد مسجد مو جواب نمیتونه کن، چون که این طرف خدا خواهد عیناً ختمای قرآن در چی می آید؟ در ماه زمستان می آید. اکثر قاری ها عذاب میکشن خدا خواهد، اکثر نمازخوان ها شبهای تراویح عذاب میکشن. بدی 3 سال 4 سال خونکان نمی آید. شاید الله یگان خدا خواهد پولداری که باشد در راه الله خدا خواهد. حدیث پیغمبر است من بنا الله مسجدا بنا الله فی الجنه قصرا، کسی که در دنیا برای خدا مسجد میسازه ان شاء الله در جنت خدا قصرش میسازه. عزیزی من این پول بیکار نمیره خدا خواهد ان شاء الله. افسوس که پول نیست در دست ما. امید میکنیم حالی 3 ماه 4 ماه وقت داریم و بعد یگان کس خدا خواهد شود این تازه میکنیم، یگان جاش نمیمونه خدا خواهد، همش کنده اینا و یک تا مینارش میمونه اینا و انشاءالله خدا خواهد زمانوی انشاءالله خدا خواهد با گیشت و با دیگر چیزهای خوب شنم انشاءالله خدا خواهد یک مسجدی سبا که 5 عصر و 6 عصر خدا خواهد امید کرده مسجد میسازیم دیگه انشاءالله نیت داریم. البته خداوند این خدا خواهد دولتمند ما را با از نم دولتش زیاده کند، محبت مسجد محبت خانقش در دل ما جای کند. شاید که روزای نزدیک یک خدا خواهد جوان مردا برایند این مسجد از نو خدا خواهد همین خدا خواهد انشاءالله برپا میکنیم. راهبری که میسنم خدا خواهد انشاءالله همین چیزای ما میمونه انشاءالله خدا خواهد همین سه یک بار دیگه برپا میکنیم خدا خواهد. بعد از این مسجد خدا خواهد میریم دیگه پلان مون است خدا خواهد انشاءالله. اگر خدا قوتیت خدا خواهد امید دارم که بنی خدا خواهد روزای انیق یگان پولدارا بچه‌ها خدا خواهد میبراین یا که 10 کس هم باشد 20 کس هم باشد 30 کس هم باشد خدا خواهد یک جایشه ما هم خدا خواهد منم تا جون دارم دنیا ما صرف میکنم انشاءالله خدا خواهد هم نکنیم ثواب دو دنیا ای آخرت هم این 22 خاندانی بود که عزیزان من فرشته رحمت داخل نمیشید. ما 7 گفتادیم امروز خدا خواهد تا 12مش به سهم شما. 8م کدام خانه که در خانه صورت باشد یا سگ باشد عزیزان من در او خانه فرشته رحمت. 9م خاندانی که انشاءالله فرشته رحمت نمیدرد در آن خانه که ذکر خدا نباشد عزیزان من، یا که در آن خانه خدا خواهد انشاءالله فقط فاق خوندن سوره در کدام خانه که میگه در وی آدم کشی باشه. هم خانه که فرشته های رحمت نمیداره کدام خاندانی که میگه در اونجا فقط جنجاله فقط جنگه فقط غربته. خانه که در وی عراق باشد قمار بازی باشد فرشته های رحمت نمیداره عزیزان من. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. بیترس ای بنده از قهر الهی که ترسان است از امور ماهی. به یاد آر دمی جان سپاریدن چه حال باشد وقتی جان دادن. البته از قهر الهی همه مترسیم انشاءالله، همه مترسیده طاعت عبادت کنیم انشاءالله، فرمان آفریدگار به جا بیاریم انشاءالله. اگر الله از ما و شما راضی شود
انشاءالله دو دنیا سعادت خدا خواست سزاوار میشیم. گر شود مولا از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. گر شود مولا از بنده آزار، همه در دو عالم از تو بیزار. اگر ما و شما نکاری کنیم که الله راضی شود، الا ناراضی شود، این دنیاتم و دنیاتم سوخت. بنابراین همیشه در پی رضای الله سبحانه و تعالی و در پی سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده کردن همه ما حرکت کنیم. 22 خاندانی بود که عزیزان ما فرشته های رحمت داخل نمیشید. ما 7 گفتادیم، امروز خدا خواهد تا 12 به سهم شما میرسانیم. یکیش 8. کدام خانه که در خانه صورت باشد یا سگ باشد عزیزان من، در او خانه فرشته های رحمت نمیدرایند. صورت گفته چی را میگن؟ صورت من امروز اکثر آدم خدا خواست صورت گرفته سادیان، صورت هایی که در دیوال کشال میکنین عزیزان من، یا که هیکل هایی که در خانه ها هست. امروز اکثر خانه ها من خیرس ماده شده. خیرس خدا خواهد، ما خدا پرست نمی، خیر پرستیم نمیدونم. یا خانه درمدم 12 تا خیرسه تابه کردم، عروسی ناو شدگی 12 تا از انم یک سر کرده تا کلون شه. ما تم خودت خیرس پرستی یا خدا پرست؟ همه شبا در دیوال خش رو کرده، یک لاو رزمه زدش مونده. و او خونه در خدا خواهد جینو زندگی میکنن. خدا بترس، فرشته های غضب میداره اونجا انشاءالله. مکانی شیطان ها میشوم. بس یک خدا خواهد این جین زده بسیار شد که امروز همه میبینی جین زده، همه جین دوره، عجین نداره. همه عجین های بیپرواگی هست. همه ما شما بیپروا شدیم. امروز خدا خواهد حلوم و حلال و نیک و بد و ثواب و گناه. نیکی اسلام بر الله خدا خواهد زنده، اسلام در تمام جمعیت مشهوره، لیکن عمل نیست. عمل هم باشه اخلاص نیست، اعتقاد نیست. طوله برای این سبب اکثر بیماری ها، اکثر چیزا ما و شما انشاءالله فرا گرفت. لیکن در خانه چیزایی که جاندار باشد اینا صورت میگن. خیرسه می پلنگه می جان داشتگی چیز. لیکن در خانه درخت گیم که یا که گل ها زیب دادن هیچی نیست، ضرر ندارد، صورت باشد. یا که صورت خدا تمام کشول که اساده پدراتون باباتون اینا هم فرشته های رحمت نمیدره. یعنی اینا یک آلبوم کنه و هم خیلی یک آلبومش کنه خدا خواهد، اما آلبوم در اندازش میستد خدا خواهد یک جا کنه. نیکی اینا خانه نماز خانه کتونه انشاءالله اجزا ایتیو که در خانه که صورت است طبق مسئله دینی هم مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در خانه دان نماز مکروه می شود. اگر در پیش باشد بالکل نمی شود. برای همین خانه مکروه کشید خدا خواهد، نماز با مکروهی یعنی کراهیت اجرا نشود و همون چیزا خدا خواهد یک خانه نگفته شمارین که لازم شود البوم ورق زنه بینین انشاءالله خدا خواهد مشاهده کنین انشاءالله. مولانا عبدالحی در یعنی خوشی خدا خواهد هدیه میگن که در آن خانه که خدا خواهد صورت و باشد فقط قرارگاه شیطان میشود. در کتاب هدیه خوشیش نه، یعنی عبدالحی مولانا گفتن که کدام خاندانی که اگر صورت ها باشد و یا باشد در او خاندان فقط مکان شیطان میشود. حتی پیامبر میگن که لا تدخل الملائکه بیتا فیها کلب ولا صورتا ولا جنوبا. حدیث پیامبر کدام خونه که در وی صورت باشه، سگ باشه، حتی جنوب باشه هم فرشته رحمت نمیدارد. عزیزان من جنوب شدیم یا که با همسر خواهد جاگه خوابی شرعی حلال کردیمی فوراً آبازی بجا بیار. بعضی میشنیم که بعضی جوانایی بدست که عموماً جنوب میگشته است و خوردگیت هم حرام است، زندگیت هم حرام است. اینا که کی نکند؟ کسانی که نماز نمیخوند، از خدا امید ندارد، بلکه در جمعیت هستی چیز، در جمعیت همه چیز شدنش ممکن. لیکن انشاءالله من رسولتن که حتی جنوب باشه هم اون فرشته های رحمت نمیدرین. برای وی تیزتون انشاءالله آبازی کن، تیزتون حلال شو. خدا خواهد ممکن تا سهر ممکن مرگ فرا میرسد، جان به حق تسلیم میکنی. در رسمی پایستنه به روز و خدا خواهد 2 ساعت 3 ساعت بعد میکنم، چون که اجل همیشه همراه است. اجل میگد از آید از پیش و پس.
یک لحظه نماند آرمان که یک ساعت بعد اجل اومدگی. حضرت عزرائیل الله پرسید که آیا تو یگان بار خندیدگی هستی؟ گفت یک بار خندیدم. گفت کجا خندیدی؟ هم یک جوان گفتی که برای عمر جانش بگی، برام گفت در پیش کفش دوز یافتمش. گفته است که میگه ای کفش دوز، همین خیلی کفشی من دوست که یک سال داشتیت، نه که من یک پس بعد جانش گرفتم، خندم گرفت که این جانش عجل در پس این میگه که با یک تا کفشون دوست یک سال چی شوه، یعنی انشاءالله داشتیه. بینید چی؟ عجل همیشه همراه است بچه های عزیز. برای خدا خواهد در حالی که جنوب شدی در رو فوراً چیکار کن؟ البته انشاءالله غسل انشاءالله بجا بیاره. نهم خاندانی که انشاءالله فرشته رحمت نمیدرد، در آن خانه که ذکر خدا نباشد عزیزان من، یا که در آن خانه خدا خواهد انشاءالله فقط خواندن سرودهای بیزید، سرودهایی که شوهر بیدار کننده باشد عزیزان من، این هم حرام است. خدا خواهد بعضی علماها یعنی سرود خدا خواهد موزیکا را اجازه دادیم، لیکن موزیکی که خدا خواهد انشاءالله و اگیم که نصیحتی باشد، پدر و مادر حقش نه، حق ایمان داریم که من بعضی غزل ها میخونن کو مثال این نیک الا اگر غزلی که خدا سروده که شهوت بیدار میکردگی باشد این حرام است، این اجازه نبرار. خدا خواهد انشاءالله در اون خاندان هم انشاءالله چی؟ خانه که فقط معیشت میکنن، فقط خنده، فقط غیبت، فقط بهتان، خانواندم فرشته رحمت نمیده عزیزان من. باید که مومن با غیبت نباشد، هرگز انشاءالله غیبت نکند، هرگز انشاءالله کس نخواهد، هرگز خدا خواهد خنده های بلند، فکرهای بیزیب انشاءالله خدا خواهد، یا که بعضی لیچک انشاءالله یعنی که فیلم و تماشا داریم، از الله ترسیم انشاءالله خدا خواهد. باید در اون خاندان انشاءالله ذکر باشد انشاءالله. بینین در این خاندان هم فرشته نمیدونند از رحمت عزیزان من. یکی دیگرش اینا در کدام خانه که میگه در وی آدم کشیدگی، آدم کشی باشد. بینین کدام خانه که آدم کشیده باشد عزیزان من، همون جمع فرشته های رحمت نمیدونند است. سبب که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 93 ده ما و شما را آدم کشتن من کرده است. من الله چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. کسی که میگه یک کس ناحق میگه قسم بکشه، بس جزای و چیه؟ جهنم خالد میمونه، میگه دائم ابدی میگه در جهنم دوزخ میموند، میگه خدا سبحانه و تعالی. و که غضب خدا هم گرفتار میشه، میگه هم آدم و خدا هم چی میکنه؟ ولعنه لعنتش کرده. کسی که آدم میکشه لعنتش کرده. ببین عزیزان من، و اعد له عذابا عظیما و آماده کرده، میگه خدا هم برای وی عذابی سخت‌ترین آماده کرده عزیزان من. حتی پیامبر اسلام در این حدیث متفق علیه میگه القاتل و المقتول فی النار، کشنده هم کشته شده هم دوزخیه. برای چی گفتن که مفسرها که محدثا در شرح همین حدیث گفتن که برای چی گفتن آخه خیر کو این کشت، این کشتش نم برای چی دوزخ گوان، این هم چه که حرکت کرد که وکشه. ببین شرح حدیث نمیگه که این آدم حرکت کرد که با این بکشه، برای همین این هم دوزخیه. قاتل و المقتول، چون که یک از شما کشته شما حرکت میکنه که بکشه طوری می، حالی که مؤمن کشتنش عزیزان من از روی و حرام است. من یک چند گناه کبیره است انشاءالله خدا خواهد، یک گناه کبیره خدا خواهد انشاءالله خدا نه شرک آوردن، پدر و مادر نه آخشیدن، یک کسی ناحق کشتن عزیزان من. ببینید اینا خدا خواهد همش، یا که قسمی بر دروغ خوردن عزیزان من، از اینم پرهیز کنید. قسمی بر دروغ هم برای مال گذروندن، برای خط سفید کردن، برای اثبات نادرست کردن قسم خورده سودیم بعضیا. از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. یا که در بعضی باب نکاح قسم خورده سیان، زنش طلاق بلان کرده میگه بخدا میگه یک طلاقش کردم. و تو به خدا خود سفید نمیکنی، روی گیم که پیش آدم ها پنش میکنی، از پیش ما پنش میکنی، نه که از خدا پنه میکنه. اگه چی نیست
ایود نبرار. خداوند غافل نیست. خدا قرآن میگه که یگان کاری که شما میکنه الله غافل نیست. تخیل نکه که من زنا کردم و من عرق خوردم و یا این گناه کردم و بنده نمیبیند، اتت نمیبیند، اپت نمیبیند، هم محلت نمیبیند، نیکی بولونگی میبیند. از وی ترس. سری که گفتیم که بیترس از قهر الهی که ترسان است از اون مرغ و ماهی. حتی مرغ و ماهی همه چیز لرزیده میستاده. ای چی؟ ترس الهی. نیکی ما چی؟ ما نمیترسیم. ما نمیترسیم. از سبب نترسیدن گناه کرستیم که اگر تا خدا بترسی هرگز نماز ترک نمیکنی. اگر از خدا بترسی عرق نمیخوری. از خدا بترسی زنا نمیکنی. از خدا بترسی هرگز دروغ نمیگویی. گفتم که چیزی که گناهی که خدا خواهد من کرگی از خدا خواهد نمیکنی. این همش خدا خواهد. تو نماز خونه کرستی. حضور وقتی یک بچه آمد گفت که بچه هایی که گفت در مسجد نماز میخونن داملا نیکی دخترک بازی دارن. من گفتم برادر صورت چه گرفته پیش من با گوش نوشه نگفت. من دکاش نوشه میگفتم درم اینجا گفت که گوش اگر هم ما فوتیه کرگیم ما بلا بدتر کرگیم پیس و مخاو کرگیم تو فوتیت نه نکاح نیست. فوتیه کردم تو یک بار مردی نمازت قبول نیست. گفتت میمونم اینجا اومدن نماز نخون اگر اسپوچه شرمنده تا میبرارم مسجد نه. گفتت میمونم. من گفتم بهش خدا خواهد سیام کش که گفتم تلفن بگیرش پیش من بیارش تو ورنه نماز خونی در روی منافق. تو منافقی. منافق ها همی خیلی هستن. اینجا اومدن الله میگن اینجا که برمد گناه میکنه. اینجا که برمد با گناهش دوام میتیه. گفتی حضرت مولایی سبحه بر دست توبه بر لب دل پرزوق گناه خنده می آید در معصیت و استغفار ما. میگه میبینیش میگه در دشت تسبیح سبحان الله الحمد الله اکبر دسته که نماز تمام شد برم زنا کنم. که نماز تمام شد برم پرسنتیم. که نماز تمام شد برم گناه کنم. این رو تسیه به این نمازت. این نماز نیست. والله قسم به خدا. چون خدا قرآن گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه ای مردم میگه نماز شما را از کار بے شرمی میدارد از بے حیاگی میدارد. نداشتید میباید نماز نیست. و صورتش نماز باشه هم گفتی حضرت عمر که اگر نماز شما گفت در همه دنیا فایدت نتید در آخرت فایدهش نیست. گفتد مانم فایدهش چیه؟ عموما گناه نمیکنی که تمام فایدهش کم کرد شمینه. عموما گناه نمیکنی. صبر که خدا خواهد انشاءالله روزی مشهد حالی میگیری. ولی خدا خواهد احوال تا میبینیم. ولی گرفتگی های پشیمون پرتفتش برفته 5 سال 10 سال نامرد گومه. در اینجا زنش خورد، بچه هاش خورد، دختراش خورد. تمام خیلی میشه خدا خواهد. در عرفیت یک سخنی خوب میگن زن گرفتگی ها پشیمون نگرفته در ارمون. حالی میگیری خدا خواهد. حالی میبینیم بعد خدا خواهد هر روز گتست کنه نون یافته دادش نتون خدا خواهد یه بار مردکی گوهد بعد میدونی بعد برای همین شاشمش نکن. که که نکاح میشوی که راضی طرفین میشه و نکاح میشه. این تو نیست اینجا رسیه نیست که تو مده اینجا کار کنه که تو مسلمان مردی مسلمان میگردی. اگر مبادا در چشمم رو پر زنی یگان کوچه نگفتد مونم اشیاری اگر مبادا خدا خواهد بینمت گفتد من همونجا دو پولت میکنم. برای گیجا که ناز میکنی بکن. سبب گناه بسیاری زمین میکشه. نیاد نبرا خدا خواهد. من هفته دیگه حکایه تاریخ میگم شمانده. قومایی که زمین کشیدش. ای توفیل هم زینا، ای توفیل زنک بازی، زنک هایی که مردک باز هستن. ای خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. یازدهم خانه که فرشته های رحمت نمیدونه کدام خاندانه که میگه در اونجا فقط جنجاله، فقط جنگه، فقط غربته. من حیرانم به این مردم مسلمان. تا گرفتن رنگ همی بچه ها میمرن میگیرن بعد 10 روز 15 روز خدا خواهد رزبور سر میشه. آبد ای بیوه میکه آبد
فلان بود، تو با فلان چی گم میزدی، تو فلان چی کتی فلان میکنی، من در فلان جا دیدمت. عرفیت نمیگن کی؟ عرفیت نه. وای تونیکات گرفتن وای زنیت نیست. که که نزد گواه طرفین راضی میشن نیکات نمیگیری وای بد زنیتی صابه. اصل میگه در تای پای خود نلنگه. اگر تو عیبی تا گوان تو این روزا چند تا دختر فان کردگی. دکو باشه تلفن تا بیار من کشیدت میتیم. همولی دختر همونده ای دختر نمیدوی، این دختر همونده ای دختر نمیدوی. بیغازی با اینو فوتیت کردیم با دیگر دخترها که تیک خدا خلو با باز میکنی با تلفن. نامرد. عیب خودت نمیتاو عیب خودت. گفتی حضرت مولا که مکن غیبت اگر عقلت تمام است. که گفتاری تو در غیبت حرام است. عیبی تو اگر بر تو گردد ظاهر گجا عیبی دیگران پردازی آخر. و اول خود عیبی خطب خدا خود کشت کنم بعد گجا عیبی دیگران کفته میگردی. خودت به عیبی تو خدا خود فرشته هستی. تا عیب نداری تو خدا خود بیرون چند تا خاندان بیرون کردگی هستی. تو خود سوال خود جواب گی خدا خود. من میدونم چندین تلفن ها آورده سادیان امروزا. چندین تلفن ها دختر ها آورده سادیان. این بچه من تلفن داره. بچه ها آورده سیان این دختر ها هم بدبخت شد. بچه ها آورده سیان که دختر ها مانده تلفن داره. ناملا جان نه نامرد. این چی خیلی بدبختی جمعیت. باتی وای بعد من رزبار که کری فرشته خاندانت میره وقت نخواهد انشاءالله. در رفیت میگه که در کدام خاندانی که جنگ و جنجال میشود در سخن حکمتناک مردمه که 40 روز از اون خاندان برکه میره. نه که هیچ چیز خدا خواهد نقض دیدی گرفتی خدا خواهد انشاءالله کن تا آخیش دوام ده. برای چی هم خشت من شما را میگم به سبب که تو این دختر گرفتی با دیگر دختر تلفن بازی داری این دختر تونه روتونه شوم میتابه آوره نشه میسی مسکا باشم شوم میتابه. یا دختری که خدا خواهد این بچه را گرفته با دیگر بچه که تی لباف بازی داره این بچه شوم میتابش. حیات اساسی ریشه برباتیش همین چیزای همین کسلی ها این کسلی پرتو خدا خواهد انشاءالله مهر تا همون دختر نته همون دختر باشد مهر ششمانده بتیا زندگی خوب مثل پیغمبر علیه السلام زندگی هاشه بین عایشه کتی خدیجه کتی چه زندگی کرد اصل اندم بالاتر پیغمبر علیه السلام با همسلا شد یگان تش عرضی جدا شی نمیکرد یگان تش چون محمد خدا خواهد لفظی شیرین داشت اخلاقی خوب داشت تمامی کار خودش میکرد تمامی کار. این در کتاب مطالعه کردم محمد علیه السلام یگان زنش ظلم نمیکرده یگان زنش گبی سخت نمیزده در 23 سال پیغمبرش یگان زنش یک شپلاق نزده. امروز زنت مشاک خدا خواهد بازید این شیطان گذاری اپتا فلان کنه میگوی او شیطان گذاری خوردت فلان و همه زندگی بعضیش توسی که بیزاشت اندامله زندگی لو چی جدا میشم میرم در کار نیست. هی چی گپای اما کدام سراح رفته سیم کدام پایی که ما میگیم سنه زنده میکنیم من محمد اخلاق داشت نمیخیر و همه زن عیب دارد اینا نگو این زن راست نمیشود اینا پخته گوشت گیر زن راست میکنیم گو میشکنه کارگاه چپ آفردش نگیه اوره نشه در 100 سال راستش کار نمیتونی. ما شما یک سخن میدونه که یا خر پیشی بار یا برو پیش خر خیلی نیست یا اول خدا خواهد شما زاوش میایی نه برباد میشه یا وای زاونی تام یا خدا خواهد یا تا پاس میشه بعد غلبه میشه او حیات هر تن برار اومد خدا خواهد این جنگ و جنجال این غربت این وای بار میکنه کو اوش پلا هم نمیفورد ششتی که بیارن نمیفورد نصرینیت نباشه یا نمی اگر میگه نورفیت نکه نونی قاق باشه و همه آیلتین باشه ای اوش نبلنده وی ای گوشتی خدا خواهد ششتی که نبلنده چون همون نونی قاق هم میگه بابا گفته که ما هم میگفتن که اگر آیلتین باشه هم نونی قاق هم آش میشه خودش نکی آش باشه و در اینجا غربت باشه و هیچی فایدهش نیست. برای همین عزیزانی من بچه های خوب این اخلاقا را پرتین خدا خواهد انشاءالله مون فرشته های رحمت خاندانی ما شما زندگی کردند انشاءالله. یکی دیگرش خانه که در وی عراق باشد قیمار بازی باشد فرشته های رحمت نمیدارد عزیزان من
نه که این کار خدا خواهد انشاءالله. امروز اکثر نمازخون بچه ها حضور با تلفن قمار بازی داشتین، ویس بگمی گور بگمی. من نام شگفتن در خدا خواهد نفرت میکنم انشاءالله. با هم بچه ها میگن یک نمی چی بکر نمی چیه خدا خواهد چی با تلفن میزنی گفتد مونم، چی با کارتا بازی میکنی، چی با خدا خواهد چی که مونی موبایل که پول موندی و حرامه و قماره و خدا خواهد اینا خدا حرام کرده. من این آیت چند بار گفته گستم، سوره مائده 90 آیت شنده والمیسیر گفتگی آیت است. میسیر قمار بازی خدا برای شما حرام کرد عزیزان من. حلال زندگی کن. من خدا قرآن دا میگه که استعیذ بالله سوره بقره آیت 188 میتونی مراجعت کنی. خدا چی میگه؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی شما بین خدا تو یعنی چی؟ برای باطل یعنی چیکار نکنه مالا یکدیگر تونه نخری. در این شرح حدیث در زیر آیت میگه که این چی از گفتگی است؟ یعنی مقصد از این گفته است یعنی چیزایی که دبنه پاره کتی، کسی که پاره میگیری رای باطل، یا که غصب یا کسی مالش مجبورن کشیده میگیری غصب، یا که قمار کتی قمار بازی میکنی، یا که ریبا پرسنت کتی گفته عزیزانی من، یا که پرسنت کتی زندگی میکنی، یا که با قسم دروغ میگد چیکار میکند مال مردم از خودش میکند. این همش حرام است عزیزانی من. اگر کسی که این کارا کنی اگر نمازت قبول نیست. چون نمازت قبول نیست من حجت دارم. الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن ما شما را 12 تا فرض متفق علیه است با آیت ثابت شدگی است. یکیش انشاءالله خدا خواهد سوره مدثر خوانگر یا ایها المدثر قم و ربک فکبر و ثیابک فطهر. میگه خداوند که ای با کورپا پیچیده شدگی. محمد علیه السلام وقتی که آیت قبول کرد در این کورپا لرزیده داد، خدا گفت یا ایها المدثر ای با کورپا پیچیده شدگی قم فانذر خیز گفت مردم ترسونه که گفت گو مردم گفت ایدای بد گردن بت پرستی و علا پرستی و شیطان پرستی پرتاین و ثیابک فطهر لباسایی که میپوشی گفت باید پاکیزه باشد. حتی در همون نماز بدنی پاک خدا خواهد بدنی پاک فرض عزیزانی من. 12 تا فرض یکتاش لباسی پاک بدنی پاک میگه. اگر حرام خوردی که بدن ناپاک شد نمازت قبول نیست. 40 روز نه هر که آدم پاک میشه عزیزانی من. چیزی که میخری اول بسنج، اول بفهمش چیه این. حجت بیان نیست، هر کس خدا عقل دادگیه. چیزایی که شبهناک است نخور، یا که با قمار بازی نخور خدا خواهد انشاءالله. تو بای میشه بای برای حلال باشه خدا خواهد انشاءالله، برای قمار نه خدا خواهد انشاءالله. و قمار حرام است و بچه کشته میخونی همش دوزخیه. ما نبت من الحرام اولا بالنار. کسی که میگه ارای حرام میگه فرزنداش میخورن آب و تابش میتیه و دوزخیه. او زنتم با قطیت میرا پگه خدا خواهد. اون بچه یکات هم حرام میخورنش و یا هم سکه ای حرام خوردن چی میشه بعد لذت عبادت گم میشه. خدا بعد میبینی که قرآن بعد میبینی، پیغمبر عالم بعد میبینی. چون که قلب سیاه کشید ابعد الناس میگه و قلب القاسی. دورترین مردم از خدا و رسول کیه میگه؟ دیلاشو سیاه شدگی آدم ها. اگر یک گناه کنی دیلت یک نکته سیاه میشیده. اگر دو گناه کنی 2 تا نکته سیاه میشه، 2 جاش. 3 تا کنی اگر 3 نکته سیاه میشه. بعد 4 و 5 که تمام دل فرا میگیره. چون که دل ظرف ایمانه. ایمان قرارگاهش در دل مثل. دل که سیاه شد تمام. یک صحابه آمده رسول گفتن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من میخوام که به جنت درام، چیکار کنم؟ گفت امر خدا و پیغمبر تا بگو. گفت جنت میدرایی. من میخوام گفت که با شما در جنت باشم. اگر با من جنت برفتگی باشی زبان و یعنی دل و راست کن. زبان گفت چه راست میکنم؟ گفت زبان گفت غیبت نکن، بهتان نکن، تهمت نکن. گفت قلب چی گفت؟ قلب گفت کینه و بغض و حسد و
گفت این سوره دور که گفت ان شاء الله به همراهی من در جنتی. گفت ان شاء الله ما همه میخوایم جنت، ما همه میخوایم که محمد کتی هم صحبت باشیم، همه میخوایم که ابوبکر و عمر و عثمان کتی یک جای باشیم. نیک این وظیفه‌ای که در پیش موندگی است اجرا میکنی خدا خواهد ان شاء الله. بعد او چیزا البته خدا خواهد اجرا میشد. عزیزان من این کارا را کنین خدا خواهد ان شاء الله. این فرشته خانه شما که ندارد چی در کار، فرشته فقط غضب میداره، شیطان ها جایگیر میشه در اون خانه ها. نه که قیمار، این قیمار حرام است. ای گوشت خوب کتی برابر است قیمار. از ای گوشت خوب میترسی میگه حرام نمیخورم. قیمار هم همچنان دانش، همین نجاست هم همچنان قیمار آریه. همین نجاست است کو من مسئله فقه امام اعظم رحمت الله در کتاب مختصر میگه عراق کتی نجاست انمین خلاص کو توالت چی میگیم ما یک خیله. اگر یک پیاله همون نجاست مون، یک پیاله عرق مون، حکمش یک است. و ما خرج من السبیلین، اون سی که میگه دو راه میبره و الخمر سواء برابره. کتاب طهارت نه مسئله فقه امام اعظم رحمت الله علیه مثلا آوردگی خدا خواهد ان شاء الله. همین قیمار هم همچنانه. اوه خوردگیت حرام خدا خواهد ان شاء الله. اوه فایده کردگیت اون ماشین گیتیت هم حرام است. همه برای راه حلال زندگی که عزیزان من امروز همه نمود سوداها اجازه تا بغیر از عرق فروشی و خوک فروشی و دیگر همه انواع سودا را بکن خدا خواهد ان شاء الله. حتی خدا خواهد یک کس حاجت برآوردن چی است؟ عبادت است. چندین نماز نفل میتونید از شهر فرغانه بیاری اینجا آرد کتی تامین کنی، گندم کتی تامین کن، یا که آذوقه چیزا کتی تامین کن. از میگه روز قیامت کسی که میگه یعنی صادق راستگو طوری کار کننده خدا خواهد سوداگر باشه مع الانبیاء و صدیقین و شاهدین و شهدایی. روز قیامت دیگه به همراه پیامبران حشر میشه میخیزه. به همراهی خدا خواهد ان شاء الله چی؟ یعنی ان شاء الله خدا خواهد صدیقا مجاهدا که یک جایه ان شاء الله در جنت جا میشه. عزیزی من خدا خواهد وقتم شده است ان شاء الله خدا خواهد خدا فرصتیت با جمعه دیگر هوا خنک است بعضی اکثری برادرها چون که مسجدای ما شرایطی خدا خواهد یعنی چی ندارد، گرم کنی نداریم. یک تا مقصد داریم اگر یگان جوانی خدا خواهد اگر بای بچه باشد ان شاء الله خدا خواهد اگر برای مسجد آباد کنی خدا خواهد یاردم کند همین مسجد میتونیم خدا خواهد حکومت مونم من از طرف خدا خواهد جناب مفتیم حضرت خدا خواهد ایشون نوریدین جانم خدا خواهد ان شاء الله حکمایی که مسجدایی که جواب نمیتونه نو کردن اگر خدا خواهد کسانی که میبراید مسجد خدا خواهد برای نو کردن اگر کمری همت بندد همین سال خدا خواهد ان شاء الله با همراه یاردم شما خدا خواهد یک بار دیگر مسجد نو میکنیم ان شاء الله خدا. چون که 3 سال 4 سال بعد مسجد مجواب نمیتونه کن چون که این طرف خدا خواهد عیناً ختمای قرآن در چی می آید؟ در ماه زمستان می آید. اکثر قاری ها عذاب میکشن خدا خواهد اکثر نمازخانه شبای تراویح عذاب میکشن به 3 سال 4 سال خونکان نمی آید. شاید الله یگان خدا خواهد پولداری که باشد در راه الله خدا خواهد. حدیث پیغمبر است من بنى الله مسجدا بنى الله فی الجنة قصرا. کسی که در دنیا برای خدا مسجد میسازه ان شاء الله در جنت خدا قصرش میسازه. عزیزی من این پول بیکار نمیره خدا خواهد ان شاء الله. افسوس که پول نیست در دستی ما. امید میکنیم حالی 3 ماه 4 ماه وقت داریم و بعد یگان کس خدا خواهد شود این تازه میکنیم یگان جاش نمیمونه خدا خواهد همش کنده اینا و یک تا مینارش میمونه اینا و انشاءالله خدا خواهد زمانوی انشاءالله خدا خواهد با گیشت و با دیگر چیزهای خوب شنم انشاءالله خدا خواهد یک مسجدی سبا که 5 عصر و 6 عصر خدا خواهد امید کرده مسجد میسازیم دیگه انشاءالله نیت داریم. البته خداوند این خدا خواهد دولتمند ما را با از نم دولتش زیاده کند محبت مسجد محبت خانقش در دل ما جای کند. شاید که روزای نزدیک یک خدا خواهد جوان مردا برایند این مسجد از نو خدا خواهد همین خدا خواهد انشاءالله برپا میکنیم راهبری کردم میسلم خدا خواهد انشاءالله همین چیزای ما میمونه انشاءالله خدا خواهد همین یک بار دیگه برپا میکنیم خدا خواهد بعد از این مسجد خدا خواهد میریم دیگه پلان من است خدا خواهد انشاءالله اگر خدا قوتیت خدا خواهد امید دارم که بنی خدا خواهد روزای انیق یگان پولدارا بچه ها خدا خواهد میبراین یا که 10 کس هم باشد 20 کس هم باشد 30 کس هم باشد خدا خواهد یک جایشه ما هم خدا خواهد منم تا جون دارم دنیا ما صرف میکنم انشاءالله خدا خواهد
خواهد. هم نکنیم ثواب دو دنیا ای آخرت نم ای دنیا نم الله سربلند میگردن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگارا آنچه مسائلی که ذکر کردیم که از این خاندانی که شیطان های یعنی خاندانی که فرشته های رحمت نمیدرایند، پروردگار خاندانی ما را پاک بگردانی. محبت خودت انشاءالله، محبتی قرآن و محبت اسلام و محبت مساجد در قلب هر یک فردی مسلمان اله جایگیر بگردانی. پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر کی مایان عمل کردن را میسر بگردانی. در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، محبت خودت، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم جایگیر بگردانی. این جوانایی که در راه شیطان هستند خدا برای راست، برای صراط المستقیم هدایت کن. در این دنیا هم و در آخرت هم اله ما را شرمنده مگردون. به یک سربلندی، به یک چهره یک شاده، به یک ایمان کامل از این دنیای فانی و دنیای باقی نزد خود رفتنم الله اله نصیب بداری. پروردگار آنان که خیر احسان کردن برای آبادی این مسجد خدا در خیر احسان در 110 در 10 در 700 در 770 زیاده که خودت وعده کرده هستی پروردگار دولتاش زیاده بگردان. در این دم‌هایی که اجابت دعا است بیمار الاسلام شفای کامل، قصدار الاسلام خدا خودت نجات، به فرزند الاسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی، به بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند خدا قبرهاشون پر نور، آخرشون آباد بگردانی. آن جوانایی که در سفر هستند عزم سفر دارند خدا سفرهای بابرار صحت بردی سلامت با کیسه های پر با رویهای سرخ انتظار پدرشون هستند، مادراشو فرزنداشو خواهراشو مادراشو انتظار دیدار هستند با یک کیسه های پر و خاندان برگشتن به وطن عزیز برگشتنشون الله نصیب بداری. سوداگرا را در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانی را در دهقانیش، طالب علم که چه علمی دنیایی و آخروی دارد خداوند خودت کاملا به یک علم های حاصل شده به خاندانش برگشتن را الله نصیب بداری. در تمام دنیا تینج آرامی صلح و امنیت بعض دولت ها امروز ناتج هستند. پروردگار بین آنها محبت قوم و جمعیت چنان انداز، بین پادشاه ها عادلی را برپا گردان. امروز شاه ما که شاه عادل است خدا خودت عمری دراز، رزق فراخ، تنی صحت خاطر جمشته و از تمام ارضی و بلاهای ارضی و سمای در پناه خود نگهبانش باش. تا رئیس ناحیه از برای بهبردن زندگی مردم سعی و کوشش دارند. این جمهوری ما مثل جمهورهای خطای و مثل جمهورهای امریکا و فرانسیا پر اقتدار شدنش را الله نصیب بداری و تمام خادمان حکومت هم توفیق شنا با رفیق بگردانی، محبت قوم و جمعیت در دلاش جایگیر بگردانی و این استقلالیت آزادی که برای ما نعمتی بسیار داد خداوند تا قیامت پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشین. از وقتای نماز دیگر گون میکنیم. یا الله بامداد همه خیلی میستد عصر 20 کم نماز خدا خواهد شام 10 توری است، نماز خفتم 20 کم انشاءالله خدا خواهد فقط افتاب گشت کن انشاءالله. من هفته دیگه بامدادم عقیب میگرده با نماز شام دیده تا عبادت کنه تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشیم.